بینندگان عزیز، این لحظه ما در ناحیه بویسون ولایت سرخندری جمهوری ازبکستان قرار داریم. باید گفت که همه ساله در این ناحیه فستیوال بین الخلقی تحت عنوان بهار بویسون دایر می‌گردد و در اینجا باشد مهمانان از تمام گوشه و کنار تاجیکستان است تشریف آوردند که با هم بسیار خوشحالی میکنند. چورابینی مذکور همه ساله تحت عنوان بهار بویسون دایر گردیده در آن هنرمندان با برنامه‌های فولکلوری برآمد می‌نمایند. قبل از آغاز برنامه‌های کنسرتی نمایش هنرهای مردمی تشکیل کرده شد. در خیمه ها نماینده های ناحیه بویسون ولایت سرخندری محصول دستان خود را پیشنهاد اشتراک داران گردانیدند. در این چورابینی بین الخلقی سیاحان نیز اشتراک داشتند که برای آگاهی پیدا کردن از فرهنگ و مدنیت سکنون این کشور به ازبکستان آمده بودند. در یک کنار دیگر میدان نمایشگاه چورابینی ورزشی از روی نمود گوشتنی ملی برگزار کرده شد که در اینجا ورزشگران از دیگر کشورهای همسایه جمع آمده میان هم رقابت ورزیدند. باید گفت که در این چورابینی ورزشی پهلوانان از ولایت ختلون نیز شرکت ورزیده صاحب تحفه ها گردیدند. در این مسابقه شاهجایزه نقلیات سبکرو استحصال همین کشور بود و دیگر تحفه ها را دوچرخه و قالین و دیگر اشیاءهای روزگار تشکیل میداد. داوران باشند رفت مسابقه را نظارت می‌بردند و بهای واقع بینانه می‌دادند. در چورابینی فرهنگی نوای لبچنگ، دومره، نای و دیگر اسباب‌های موسیقی ملت‌های گوناگون صدا می‌دادند. بهار بویسون این چورابینی فرهنگی تاریخی به حساب می‌رود. در این فستیوال گروه‌های فولکلوری حافظان شناخته از تاشکند و دیگر منطقه‌های جمهوری ازبکستان برآمد نمودند. همزمان در این برابر سراینده شناخته کشور ما شبنم سوریا با سرودهای دلنشین خود برآمد نموده طبع اشتراکداران را بالیده گردانید. صبح روز دوم گروه کاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون موضع‌های تاریخی و فرهنگی شهر ترمیز را تماشا کردند. اینجا مکانی است که سیاحان داخلی و خارجی به تماشا می‌آیند. نقش و نگار بناها از تاریخ و مدنیت والای مردم ازبک و تاجیک درک می‌دهد. آن نفرانی که به اینجا می‌آیند از تاریخ این کشور آگاهی پیدا می‌کنند. حالا که ما در یک جایگی با مقامات دولتی ولایت ختلون در شهر ترمیز قرار داریم، مقصد سفر از آن است که ما در این فستیوال بهار بویسون اشتراک کردیم و خیلی جالب دقت بود. خیلی ما به خود یک جهان معنی، یک جهان تاثیرات گرفتیم. گروه کاری همزمان از فعالیت کارخانه استحصال محصولات کشاورزی گولد فود اکسپورت دیدن نمودند. در رفت صحبت با مسئولین قید گردید که کارخانه مذکور با استفاده از مبلغ‌های اینوستیسیونی تأسیس داده شده در میدان 5 گکتار پرورش قلفینه کوچتی، قلمفور و پمیدور و دیگر سبزیجات‌ها را به راه ماندند. محصولات کارخانه تنها به خارج کشور صادرات می‌گردد. غیر از این کارخانه برای کشت و کار دیگر نمود محصولات زمین دارد که همگی 12 گکتار را تشکیل می‌دهد. از روی گفته‌های رهبریت کارخانه مذکور پرورش محصولات با اصول‌های پیشرفته جهانی به راه مانده شده. در نزد کارخانه بازه تکنیکی عبارت از اتوماسین‌های یخداندار میباشد.